بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، قسمی که ما در ماه مبارک رمضان سعی تلاش و کوشش میکنیم که کلام الله مجید بخوانیم، تراویح کنیم یا به عبادات و نوافل دیگه مصروف باشیم، مشغول باشیم، لجزای طلای متعال کسب کنیم. در کارهای خیریه نیز باید سهم داشته باشیم، صدقات، زکات ها باید بپردازیم و در بس از مورد ما توانایی و استطاعت دادن زکات هم داریم یا صدقه هم داریم، فراموش ما میشه، مصروف می باشیم. ما یک راه ساده و آسان به شما در نظر گرفتیم. شما میتونید که داخل وبسایت شوین و به صورت اتوماتیک روزانه تا آخر ماه مبارک رمضان امو زکات یا صدقی که در نظر دارین از شما کات میشه و اگر خواسته باشین به صورت آسان میتونید کور کنسل کنین، به اندازه استطاعت و توانایی میتونید نمایشن انتخاب کنین. $2، $1، $5، هر اندازه که شما توانایی دارین. خانواده‌ای که مشاهده میکنین معمولا سرپرست نمی داشته باشن، ما مصرف این خانواده میکنیم که یک روزی بسیار خوب داشته باشن یا یک زندگی خوش داشته باشن، حداقل دیگه به کارهای شاقه طفلا بیرون نشن. و قابل ذکر است که پولتان تنها در قسمت مواد خوراکه به مصرف نمیره، ساخت البته کلینیک ها، همچنان افر چای، آب، تعداد 12 سطح یتیمی که با ما هست و همچنان پروژه های دیگه که خمر برآ انداخته، تمام این پول ها در این پروژه ها انشالله به مصرف میرسه. پس از این فرصت استفاده کنین و روزانه صدقات و زکات هایتان به صورت ساده و آسان و آنلاین بپردازین. و سلام علیکم.